پرینسیپی کاری مکانیزم گاز تقسیم کننده. از درس پیشین پرینسیپی کاری محرک درونسوز ما می‌دانیم که کلپن ها در لحظه های ضروری گشوده و پوشیده می شوند. ما می دانیم که آنها خود از خود گشوده و پوشیده نمی شوند که چی آنها را به حرکت می درآورد. به فهمیش ما جزء نو که مشتک نام دارد وارد کرده می شود. هنگام درزنی مشتک با قسم درازرویه خود به کلپن تأثیر رسانیده آن را به پایان تله می دهد تا پوره درزنی مشتک کلپن کشوده می ایستد. پس از آن پرژین کلپن را به حالت اول برمیگرداند. پرژین کلپن را می پوشاند. هنگام درزنی مشتک کلپن را می کشاید. پرژین باشد آن را می پوشاند. چگونه پرژین کلپن را قپیده به بالا می برآورد. برای این در تیرک کلپن ناوچه حلقه شکل تراشیده می شود. به این ناوچه جزء که سوخاریک نام دارد گذاشته می شود. سوخاریک ها عادتاً در بالای طبقچه های کلپن می ایستند. از این سبب جزء نو این طبقچه کلپن می باشد. قسم داخلی طبقچه به شکل کانو ساخته شده است. اگر به طبقچه کلپن زیر کرده با آن پرژین را به پایان تله دهیم، آنگاه در ناوچه تیرک کلپن سوخاریک ها جایگیر می شوند. طبقچه کلپن سوخاریک ها را فشرده در داخل ناوچه زیر می کند. در حالت تکرار می بینیم که هنگام درزنی مشتک وی با کلپن زیر کرده آن را می کشاید. پرژین کلپن باشد کلپن را می کشاید. سوال نوبتی: چی مشتک را دور میزناند؟ گپ در آن است که مشتک یک قسم اساسی جزء نورد گاز تقسیم کنک می باشد یا خود رانندگان آن را نورد تقسیم کنک می نامند. نورد گاز تقسیم کنک از گردنک های تکیه‌گاهی که در قسم تکیه‌گاه بلاک سیلیندرها جایگیر کرده می شوند و قسم به ما شناس مشتکچه ها عبارت می باشند. در نوار می بینیم که چی خیل هنگام درزنی نورد گاز تقسیم کننده کلپن ها کشوده و پوشیده می شوند. اکنون باز سوال نوبتی: چی نورد گاز تقسیم کنک را دور می زناند؟ برای این در قسم پیش نورد زانودار چرخ دنداندار گذاشته می شود. در نورد گاز تقسیم کنک نیز شسترن وصل کرده می شود. مومنت درزننده از نورد زانودار با واسطه زنجیره یا چونین تسمه دنداندار به شسترن نورد گاز تقسیم کنک داده می شود. جایگیر شوی درستی تسمه وظیفه اساسی مکانیزم گاز تقسیم کنک را حل می کند. یعنی در لحظه ضروری کلپن ها را می کشاید و می پوشاند. وابسته از ساخت مکانیزم گاز تقسیم کنک تأثیر قوه با کلپن با واسطه مشتک یا فیشنگ مخصوص که آن را رانندگان راکر می نامند داده می شود. در حالت زیر مشتک به راکر تأثیر می کند. راکر باشد به طبقچه کلپن تأثیر می رساند. برنامه فیزیکای مکتبی را به یاد می آوریم. هنگام گرم شوی همه جسم ها وسیع می شوند و هنگام خنک شوی آنها فشرده می شوند. از اینجا خلاصه می برآوریم که هنگام کار محرک کلپن به حد می تصفد و این سبب درازشوی تیرک کلپن دیده می شود. این درازشوی به کجا می رود؟ به بالا رفتن نمی تواند چونکه آن به فیشنگ تکیه می یابد. آن تنها به پایان یازیش می خورد. در این حالت کلپن پوره پوشیده می شود. در تکت فشرده شوی به وجود می آید چون که همه گازها از سوراخی ناپوره پوشیده شده کلپن به بیرون برآورده می شود. برای آنکه چنین حالت رخ ندهد کلپن باید زیچ پوشیده شود و یازش آن تنها به بالا باشد. همین طریق فهمیش فاصله حرارت بین کلپن و فیشنگ به مقدار 0.2 میلیمتر به وجود می آید. در اصل باشد این فاصله بین فیشنگ و مشتک چند کرده می شود. سنجش فاصله حرارتی با واسطه شوپ مخصوصی هموار گذرانیده می شود. برای تنظیم نمودن این فاصله حرارتی وینتی تنظیم کننده یا بالت گذاشته می شود. هنگام تاب دادن وینت به یک سمت فاصله زیاد می شود و تاب دادن به سمت دیگر فاصله حرارتی کم می شود. در محرک های معاصر 6-12 گیدرا کامپنساتورهای مخصوص استفاده برده می شوند. این اسباب می باشد که آن با طرز اتوماتیک وسیع شوی حرارت کلپن ها را تنظیم می کند. در این حالت دیگر تنظیم نمودن کلپن ها ضرورت ندارند. در روند استفاده برای اتومبیل
اندازه فاصله حرارت کلپن ها باید دائما با شوب سنجیده شوند. در حالت ضروری فاصله را تنظیم کردن لازم می باشد. باید دانیم هنگام کنده‌شوی تسمه پیوست نورد گاز تقسیم کنک با نورد زانودار محرک ختم می شود. در این حالت نورد گاز تقسیم کنک می تواند در حالت ایستد که کلپن ها پوشیده یا گشوده باشند. در این وقت هنگام حرکت پارچن به بالا می تواند با کلپن برخورده آن را کج کند. به محرک تعمیر ضرور می شود. هنگام برخوردن کلپن با پارچن کج شده چنین نمودار می گیرد. برای آنکه این حالت رخ ندهد باید در وقت معین شده تسمه پیوست کننده را عوض نماییم. یعنی هر یک 60-70 هزار کیلومتر گشتی اتومبیل تسمه وصل کننده نورد گاز تقسیم کنک با نورد زانودار عوض کرده شود.